این هفته خبر تو خبر داره براتون از سفر شکست خورده شیخ فری به نیویورک و چشمک و چراغ شهرگیرانش به آمریکا و التماسش برای از سرگیری مذاکرات. ما از شما دعوت میکنیم که به قطعنامه بازگردید. این دفعه شیخ فری درب و داغونتر از این حرفا بود که بتونه مثل دفعات قبل اشوه شطوری بیاد و اینجوری انگلیسی بلغور کنه. I would like to say to American people, I bring peace and friendship from Iranians to Americans. در هر حال تأثیر سفر روحانی و روزخونیاش بر تحولات یه چیزی تو مایه های تأثیر کارهای این گربه هست. شیخ فری در حالی در سازمان ملل قمپزای اقتدار و اتحاد در کرد که تو مجلس خودشون روزی نیست که به بدبختی و ورشکستگی نظام اعتراف نکنن. حکومتمون رو میخواستیم اسلامی کنیم، ما میخواستیم به دنیا ثابت کنیم که این دینی که داریم دین برتر هستش، میتونیم به اجرا بگذاریم، میتونیم باهاش دولت درست کنیم، میتونیم حاکمیت باهاش داشته باشیم. ولی چی شد؟ چی کار کردیم؟ به کجا رسیدیم؟ به دیروز. این هم یک تصویر نمادین از جایی که آخوندا میخواستن بهش برسن و جایی که در واقعیت دارن بهش میرسن. از اونجایی که سیبل همه شلیکا عمامه عظماست، این جوجه بسیجی اومده تا با این آسمون و ریسمون به هم بافتنا عظما رو در ببره. رئیس قوه قضاییه هم رهبری تعیین میکنه، رئیس صدا و سیما هم رهبری تعیین میکنه، خیلی از جایگاه، اما آن که کار را انجام میدهد بدن است. ببین من تو دفتر خودمون تو سگی خودت تیکه پاره کن منو ببینی، رئیس دفترم حال نکنه تو منو نبینی نمیتونه کار. بدنه نخواد اینه، بدنه مقاومت میکنه. خلاصه این که هرچی جلوتر میریم بزن و دعوا توی نظام بیشتر میشه. یکی از پایه‌های دعواهای باندی توی نظام این بوفالوی ولایته که البته این بار بدجوری گیرپاچ کرده. عزیزان مسئول ما هم تدبیری که در حل مشکلات معیشتی مردم دارن حواسشون جمع باشه، دوباره ما رو به دشمن نسپارن، دوباره ما رو در محاصره دشمن با این FATF که میخوان تصویب کنن دوباره ما رو به دست دشمن نسپارن. روزی که وارد مذاکره شدن از تبعاتش خبر نداشتن، اما حالا سوژه های ترسناک یکی یکی دارن رو میشن. در هفته ای که گذشت وزیر بهداشت شیخ فری در صحبت با یکی از مردم محروم دست گلی به آب داد که کلی تو فضای مجازی خبرساز شد. من الان صبح بعد دیگه برم کنم باور کنی 60,000 تومان بدم برم 60,000 تومان بدم برای فیزیوتراپی زنم برای فیزیوتراپی. بله خودت فیزیوتراپی کن دیگه. من بلد نیستم کاری نسبت مالی دیگه فقط این سوتی وزیر بهداشت شیخ فری به قدری افتضاح بود که حتی صدای مجریای تیویش رو هم در آورد. یه آقایی میاد میره به یه آقای مقام بلندپایه میگه آقا من نونوام 60,000 تومان باید بدم فیزیوتراپی ندارم بدم موندم چه کار بکنم. بعد اون آقای بلندپایه بهش میگه که خودت بمالش. مادر بزرگ من هر موقع یه نفر حرف عجیب غریبی میزد میگفت که حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن هم بلد نیستی.
از یه طرف دم از خودکفایی و حمایت از تولید داخلی میزنن، از یه طرف وضعیت تولید توی مملکت اینه. الان اعلام میکنیم آقا خودروی ملی داریم تولید میکنیم، آقا رسیدیم به خودروی نمیدونم کفایت شد برامون، تولید ملی شد، جار جنجال های هوی، ولی تهش میایم میگیم آقا ما مشکل قطعه داریم. یعنی چی؟ یعنی بعد 30 سال ما نتونستیم هنوز یک قطعه برای پراید خودمون تولید کنیم؟ همه رو باید وارد کنی؟ کلن همه چیز توی ایران تحت حاکمیت آخوندا دکوره، ظاهر یه چیزه و باطن یه چیز دیگه. ای کاش همه چیز به نداشتن قطعه ختم می شد. اون چه که ملت رو آسی کرده گرونی حداقل هاست. 15 تا دونه انجیر شده تقریبا 10,000 تا، یعنی دونه 675 تا. مردمم از هر زبانی برای بیان حرفاشون استفاده میکنن، یه بار به زبان فریاد و یه بار به زبان طنز. ایران سال 1404. بچه دار، کاسه و مغازه دار، برس مشتری، خربزه کیلو 2 میلیون تومن حراج، برس مشتری. داداش کیلو چند؟ 2 میلیون تومن داداش. بالاییه میده 1 میلیون و 800. برو بگیر اگه راست. دیونه؟ گیریم به شهر. 5 میلیون. این هم 5 میلیون داداش. همینجور؟ آره دیگه. این هم یه نمونه دیگه از زبان یک هموطن آبادانی. این هم از خرچنگای آبادان کوکا. فشار اقتصادی رو همه تاثیر گذاشته. ها کوکا، ای تو روحشون که ما رو نابود کردن، نسل داغونیم ما. حالا توی این وضعیت عظما چی کار میکنه؟ هیچی، مشغول شعر بافی و ادا اطوار همیشگیشه. از هر فرصتی هم استفاده میکنه تا یه جوری از خودش تعریف کنه و برای خودش پپسی باز کنه. من شنیدم که حالا بعضیا شعر تو این فضای مجازی که خیلی رایج شده منتشر میکنن، اون وقت مثلا بعد چند هزار لایک نسبت به این شعر چیز میکنن. اونا ارزش نداره، اون لایک یه نفر یه چیزی نوشت. ارزش اونی که به شاعر و به شعر ارزش میده نظر صاحب نظره، کسی که اهل شعر باشه بفهمه شعر یعنی چه، مثلا شعر خوب یعنی چه، شعر بد یعنی چه. یعنی اونا ملاک خوبی شعر نیست. مشنگستان این هفته رو با یه جمله از بنیانگذاران مشنگیسم در نظام آغاز میکنیم که جنگ طلبی از صفات بارزش بود. لکن وقتی که جنگی در کار میاد، حماسه‌ای وجود پیدا میکند و تاریک میشد شب و روشن میشد روز و توپ انداخته میشد و اینها هم انسان را از اون حال خمودی و از اون حال سستی بیرون میکنه. البته زمان خمینی دجال بیشتر جنگ سخت در جریان بود، اما حالا آخونده‌ها درگیر جنگ نرم هم هستن، اونقدر که توی محرم هم علیه تلگرام و شبکه‌های اجتماعی نوحه میخونن. آی جوانان به هوش که خصم گسترده دار، هم از فضای مجاز حجم نماید مدام، فتنه‌گری میکند توسط تلگرام، فتنه‌گری میکند توسط تلگرام. شبکه‌های داخلی رو استفاده کنیم. این مداح لومپن ولایی هم بعد از ترانه دزدی کارش به صدور نوحه کشیده و به نوحه خونی انگلیسی رو آورده. Have you watched the Prison Break series? The hero there was worried about his family. But Imam Hussein sacrificed his family, even the youngest member whose name was Little Ali. He was just 6 months old.
It was just 6 months. البته دیگه دوره روزخونی آخوندا گذشته. الان دیگه نه تنها به آخوندا تو هیئت‌های مردمی تریبون نمیدن، بلکه اینجوری گوشمالیشون هم میدن. وقت اذان آقایون، یک اذان میگیم، هر کس که تشریف میاره مسجد، داخل مسجد نماز داریم. خواستید ادامه بدید، من حرفی ندارم، اما من امام جماعت این مسجدم. اینجاست که آخوندان قاطی میکنن و به یه چنین روزی میفتن. در اولین پنجشنبه از ماه مهر جا داره یادی کنیم از خاطر انگیزترین لحظه های مدرسه. اولیش این دانش آموز بانمکه که از شدت عشق و علاقه به مدرسه اشکاش روونه. صدا من نیستش، یه روز صبح برای صبح ساعت 7 صبح بیدار شد، زمان سردیدم تا برم مدرسه. اضافه دیده که ماما خونه 4 تا زن من برم مدرسه با خانه بهتری جگوشونه ببرم تا که اول فقط ریاضی داریم. اینجا هم خانم معلم دنبال این بود که جفسازی کنه، اما صداقت بچه ها کار دستش داد. بچه ها یه بوهایی داره میاد، به نظرتون بوی چیه؟ بچه ها بوی ماه مهر داره میاد عزیزم. این کوچولوی شیطون هم کلن خیلی خوشحاله، همه چی براش خوبه، هایپره. درس که خیلی خوبه. الان هستش که ما در این قسمت دیگه حیات خوبه، اون خوبه، این خوبه. یه زمان بود که توی مدرسه ها به زور به بچه ها سرودهای حکومتی یاد میدادن، اما الان دیگه حریف نسل جدید نمیشن. ببین دانش آموزای این مدرسه چه ترانه هایی رو از بر رفتن. شما میخونید یا من؟ شما در پایان ما هستیم و شما و کمی آدرنالین. بیماران قلبی لطفاً سکانس آخر این هفته رو نبینن.